اره 10 جذابترین قسمت از سری فیلم‌های اره از نظر منتقدین که بالاترین امتیاز و نسبت به سری‌های قبلش از اونها دریافت کرده. نظر شما چیه؟ بریم واسه معرفی فیلم. سلام بچه‌ها، امیدوارم حال همتون خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. امروز میخوام معرفی فیلم اره رو با هم دیگه داشته باشیم. جدیدترین قسمت از سری قسمت‌های اره که تا الان اومده، یعنی سایه ایکس، که خیلی سر و صدا کرده و نظر منتقدین رو به شدت به خودش جلب کرده. و جالب اینجاست برخلاف سایر فیلم‌های چند قسمتی که توی قسمت‌های بعدشون معمولاً ضعیف‌تر میشن، اره 10 تونسته بیشترین امتیاز رو نسبت به 9 تا قسمت قبلی خودش از منتقدین دریافت کنه و این به این معنیه که عاشقان جیکسا به هیچ وجه نباید اره 10 از دست بدن. شما هم توی کامنت ها واسم بنویسین که آیا واقعا این قسمت از اره بهترین قسمتشه یا قسمت‌های قبلی جذاب‌تر بوده. بریم واسه معرفی فیلم. جان کرمر، بیمار یا درمانگر؟ جیکسا همیشه یه سورپرایز برای شما داره. فیلم مربوط به قبل از مرگ جان کرمر هستش که متوجه میشه سرطان داره و سرطانش هم پیشرفت کرده و دکترها دیگه امیدی به زنده موندنش ندارن، اما اون میخواد همچنان با سرطان بجنگه و اونو شکست بده. According to these scans, the tumor was never removed. How much time do I have? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. توی اوج ناامیدیش یه مؤسسه بهش امید واهی میده که میتونه سرطانش رو درمان کنه و غافل از این که نمیدونه به جان کرمر بزرگ نباید امید واهی بده. و این کار چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ There is one person who might be able to help. Our program is a two-pronged treatment outside Mexico City. The results have been stunning. She saved my life. You're in very good hands with us. After that, what happens then? Your whole life happens then. John Kramer. توی قسمت جدید شاهد حضور دوباره آماندا، دستیار با وفای جیکسا هستیم. دختری که تونست از مراحل سخت امتحان جیکسا رد بشه که صحنه افتادنش توی گودال سرنگا و دردی که کشید واقعا عذاب‌آور بودش. توی این قسمت هم شاهد بازی‌های خلاقانه و مرگبار جان کرمر هستیم، اما فرقی که با قسمت‌های دیگه میکنه اینه که این بار برای انتقام این کار میکنه، نه برای فرصت دوباره بخشیدن به کسی. Hello everyone. It's time to play a game. اره 10 به کارگردانی کوین گرویتر که کارگردان قسمت‌های 6 و 7 این فیلم هم بوده ساخته شده و این بار محبوب ترین قسمت از سری قسمت‌های این فیلمو ساخته. این نشون میده تا الان برنده کارگردان‌های سری قسمت‌های اره هست. The only thing I have not provided is your anesthetic. But trust me. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشین و واسهتون مفید بوده باشه. اگه طرفدار فیلم‌های سا هستین حتما این فیلم رو ببینید و به هیچ وجه دستش ندید. ممنون میشم اگه با سابسکرایب کردن منو حمایت بکنین، روی دکمه سابسکرایب کلیک کنین، زنگوله کنارش هم حتما بزنین که ویدیوهای بعد رو از دست ندین و اگر ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتون شیر کنین. دوستتون دارم. ارادت.